سلام از کردم، مخلص همه شما موشکافم. آقا دوره پسا زرخوری کم بود، دوره پسا انتصابات یا همون پسا نمایش انتخابات هم شروع شد. البته کدوم نمایش، چون نمایشم که باشه یه بیننده ای میخواد. اما این بارم مثل همیشه بیرونقی انتخابات بدجوری خورد تو ملاجه ها خونده. یعنی هرچی رأیا رو سلا و چالام کردن بازم از 60 بیشتر نشد و ناله خودشونم بالا رفت. به بخش خالی لیوان یعنی عدم حضور دست کم 40%، یعنی حدود 22 میلیون نفر از مردم میرسیم که در انتخابات 7 اسفند 94 مشارکت نداشتند، که به خودی خود موضوعی است که نمیتوان ساده از آن گذر کرد. از اون طرف هر دوتا جنا یه جوری میخواستن کسادی انتخاباتو ماسمالی کنن و به قول معروف از ریش به سیبیل پیوند میزدن و واسه خودشون به به و چه چه هم میگفتن. این که همه ما آمدیم، همه احزاب و گروه ها فعال بودن، با نشاط بودن، رقابت کردن، حضور پیدا کردن. این به معنی پیروزی همه است. کدوم پیروزی شیخ پری؟ آخه تو و اون اکبر جونت که قبل از انتخابات کرکوپرتون رو خامنه ریخته بود و همه نماینده هاتون رو حذف کرده بود. خب حالا مردمم حقتون رو گذاشتن کف دستتون و کف دست عظما دیگه. در برخی مناطق مستضعف نشین کشور میزان رأی نزول کرده است. این مسئله به معیشت آنان برمیگردد و از سوی دیگر نشان از لاغری طبقه اجتماعی کشور است. بنابراین اتاقهای فکر نظام و دولت باید صحت و سقم این مسئله را بررسی و چاره‌اندیشی نمایند. آقا به نظر من به این اتاق فکر بگو زیاد فکر نکنه، چون فیروزاش میپره. جالب اینه که هر کدوم از باندا یه جوری جون میکنه بگن ما برنده تر شدیم. این جوجه بسیجی هم دلشونو خوش کردن که بالاخره هرچی هم شد هنوز چوب ما تو مجلس بالاست. یعنی عظما از قبل فکرشو کرده بود و اینقدر کاندیدا از دم تیغ صلاحیت گذرنده بود که هرچی هم شد حداقل فرشو از زیر پاش نکشن. مجلس انقلابی ماند. مرگ بر آمریکا در مجلس نفوذناپذیر ادامه می‌یابد. مجلس اصولگرا ماند تا دولت موظف به اقتصاد درونزا شود. البته بنده این موشکا باید عرض کنم که جناح کوسه و شیخ فری هم با همون سگ و سیله هاش بالاخره تونست یه سری تو سرا در کنه. یعنی خامنه اونقدر لاجون بود که بدنش 2000 تکون طرف مقابل رو هم نکشید و ته خط رفسنجانی با رتبه اول از صندوقای تهرون اومد بیرون. اینم یعنی لب کلام. اکبر کوسه که واسه خامنه شاخ بود حالا شاختر میشه و جنگ و دعوا بازم بالاتر میگیره. زد زیاد.